سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس و خوش آمدید بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما میخواستیم با شما یک سوالی که برادر داده بودن در کامنتاریا که چخیل ما وبسایت خودمون در یکم سرور پدکلشید کنیم و ویدیو، موزیک و چیزایی را که در وبسایت ما هسته ما با یکم تلفن دیگه در آمده چیکار کنیم تماشا کنیم و استفاده بریمشون. در این درس ما یک راه به پول و آسانش برای شما نشان میدهیم. این راه با استفاده بردن سایت گیت‌هاب می باشد. سایت گیت‌هاب برای چی است؟ برای یکم خرند کردن فایل ها یا یکم ویدیو یا که موزیک، صورت، چیزی که شما میخواین میتونید در اینجا یک رپوزیتوری کشید برای خودتان و در همونجا چکنه فایلاتون، ویدیو و هر چیز دیگری که دارین برای خودتان و میخواین در آینده استفادهش برین، نمیخواین که گم شوه، در اینجا پرتافته و در حالت نیاز داشتگیتان در آمده اسکچت کرده چیکار کنین استفاده برین. و در اینجا یک چند فونکسیون خوب دیگه داره که آدما بسیار کد پروگرامیست بسیار کداشون میپرتوین استفاده میکنن و نه تنها پروگرامیست ها هم آدما قریب استفاده میبرن. یک چند فونکسیون خوب داره، وقتی که با شناس شدین خوبتر بعد میفهمین و شاید هم که در درس های آینده ما با شما درباره گیت‌هاب چخیل کار کردنش یا اینکه آموزش رو را چیکار کنیم شروع کنیم. در اینجا شروع میکنیم برای ساختن رپوزیتوری خودمون. اول همه استفاده برای اینجا یوزر ما که خدمم میسازیم رپوزیتور نیمون در داخل میکنیم. من نامش یوتیوب میمونم و در اینجا دو کنوپکای پرایوت و پابلیک داره. من پابلیک استفاده میکنم برای که هر یک انسان بتونه در آمدن. اگر که شما خواهید فقط برای خودتون باشه پرایوت میمونین، هیچ کس دیده نمیتونه که در درون همین رپوزیتوریتون چی فایل ها واقعا. و برای ما اساسا مهم نسازی برای اون پابلیک چیکار میکنیم میمونیم. بعد او کریت رپوزیتوری میزنیم و وقتی رپوزیتوری خودمون ساختیم در اینجا میایم اینجا در یک چند عمودی چیکار کردن ساختن همه فایلامون پرتافتن در گیت‌هاب مون در همین رپوزیتوری مون نشان دادم. در اینجا چقدر که میبینه نام یوزر ما و بعد چی همین رپوزیتوری که واسه ساختیم نامش در اینجا گذاشتش دیگه. در اینجا نصرایی که هاش هستن که در این حال ما نیاز نداریم اگر نگاه کنیم. در اینجا یک راهی با واسطه کنسول خطی انجام دادن نشان دادگیان کاماند لاین خطی ما با کاماند لاین میکنیم برای همون ما راهی آسانش استفاده میبریم. راه آسانش چیه؟ upload an existing file نوشته گرده همجا. همین را وقتی میچقین شما رو به صفحه میاره که ما کم تخفف کنم صفحه میاره اینجا ده باید چیکار کنین در اینجا فایل های خودتون بپرتوین، چیزایی را که میخواین در همین رپوزیتوریتون ذخیره کنین و بعد چیکار کنین کامیت چینج بزنیم. در اینجا ما میدارم درون فایلم درسی 12 ده که با شما ما موزیک را گذاشته بودیم به وبسایتمون بازی میکشیمش. چقدر که شما میبینین چی باید موزیک را میچقیدیم کار میکرد باز یکم آوازش پاس کنیم یه بار بمونیمش. چقدر که میبینین شما کار کرده سیازه همه را میخوایم چیکار کنیم در وبسایت هم همه چیزی را که یازی شما دسته همه را میخوایم در وبسایت همه رپوزیتور ما پرتویم و برای او دوست بکشیم که با دیگه تلفن و کامپیوتر دیگه کسات رو مدد چیکار کنن گوش کنن موزیک را. برای ای چیکار میکنیم در فایلی که در اینجا همه کدامون هسته هر دیگه را انتخاب میکنیم و میکشیم در برای اینجا میپرتویم شون. در پایان میبینید که شما هر دوش اپلود شید و وقتی اپلود شید در اینجا میتونید یکم کامنتاری بنویسین که چی کار کردین در اینجا دیگه در این حال ما نیاز داریم کامیت چینج میزنیم. وقتی کامیت چینج میزنیم در اینجا هر دی فایل ما و موزیکمون پیدا میشه و در قسم کد و وقتی ایندکس نقطه HTML میداریم شما میبینین همون کدی که ما نوشته بودیم با همراه شما در اینجا هست میتونین بخونینش و کاپیش کنین و در اینجا برگشته شما میتونین همچنین موزیک را جخیده در بالاش دانلودش کنین و برمیگردیم
بعد وقتی که اپلود کردیم ویدیومون موزیکامون یا که ویدیو و هر چیزی دیگری که شما خواهیم بکنین بعد چه دوستو برای کشویم در برای ایجاد انجام دادن setting می‌داریم و پیش میکنم تا که شما خوبتر ببینین setting وقتی در اومدیم در جا رپوزیتوری نیمتون هسته میتونین علیشش کنین یا میتونین همه بگذارین پایان ما میریم اینجاش مدن نیاز نیست ما قسمی GitHub پیج وقتی که همجا در اومده شما چیکار میکنین انتخاب میکنین مین و روت وقتی که انتخاب کردین سیو هم میچخین این سخران میشه و پایان میرین همون جایی که از GitHub پیج بود در اینجا میبینین یه سیلکه برای شما شده که در https محسن GitHub یا یوتیوب نویسه نامی رپوزیتورم وقتی که میدرم درانش از اینجا خطاگی داده سه خیلی خطاگی میشه و برای همون اینجا از تاکس حلش میکنیم وقتی که برمیگردیم بعضی وقت در قسم داکس کار میکنه ولی بعد فرقیت چون نشون میدیم ولی چی نشده فایل ما را پولنی داستوبشه نکشده که آوازی کمتر باید انتظار شیم تا اینکه شده شود این خیلی که شما میبینید سایت ما کار کرد با واسطه همه دیگه این جواز مکشم اگر بنویسم https محسن نقطه github نقطه io بعدش چی بود یوتیوب چه خیلی میبینیم ما رو به همین صفحه داخل کرد شما میتونین ما سیلکش در پایانی ویدیو میمونو میتونین با تلفن تون چیکار کنیم با همین سایت همین سیلکه در آمده چیکار کنیم یا بار بسنجین که یا کار میکنه در تلفن شما یا نمیکنه چی خیلی موزیک را گوش کنین و چه خیلی که شما میبینین آسان فقط در آمده همجا مین و روت انتخاب میکنین سیو هم میچخین در اینجا سیلکش پیدا میشه برای شما دیگه در همین سیلکه را هر کسی در میفرستین همین چیکار میکنه چرا همین سیلکه میتونه در آمده گوش کنه یه بار پلی کنه موزیک را تا اینکه ببینین شما کار میکنه چه خیلی که شما دیدین گوش کردیم اما موزیک خوش رو رفته است یکم پرابلم نداره با کنوپکای دانلود همه چیاش کار کیسه و گفتنی هستم که GitHub یاد گرفتنش خوبه براتون کوشش کنین اگر یاد گرفتن یاد بگیرین زوره و با همین درس امروزه به پایان رسونیم امیدواریم که شما یاد گرفتین اگر یکم سوال یکم اشکالی به شما پدید آمد شما در زیر نویسین و ما حتما جواب داده چیکار میکنیم با هم دیگر ریشت میکنیم تا درس دیگر خدا نگهدار